جنرال باباجان قماندان پلیس زون 303 پامیر در صحبت با رسانه‌ها گفت که این حادثه هفته صبح پنجشنبه در دروازه شادیان شهر مزار شریف به وقوع پیوست که در آن یک متنفذ قومی به نام حاجی عبدالغنی کشته و 2 تن دیگر مجروح شدند. ساعت 8 امروز متاسفانه که یک حمله انتحاری در مقابل رستوران منصور صورت گرفته که یک نفر به نام آقای عبدالغنی شهید شده و 2 نفر هم زخمی شده و جای خوشی است که تعداد تلفات ما ناچیز است. پلیس قماندانی امنی بلخ میگوید که تحقیقات در زمینه وقوع این حادثه هنوز نهایی نشده است. ذبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان مسلح معرفی می کند در پیام به رسانه‌ها مسئولیت این رویداد را پذیرفته و گفته است یک فرد مهم استخباراتی در بلخ را که با نیروهای آمریکایی نیز همکار بوده است در انفجار کشتند.